بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله 3 اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی، الله رحمتش کند. درس ما آغاز می‌یابد آنجا که می‌فرماید و دلیل قوله تعالی يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. نعم. ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر مهم يعني وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. بفرماد والدليل قوله تعالى، دليل سخني الله تعالى است يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای جامه بر خود پیچیده، ای کسی که لباسهای خود در اطرافت پیچانیده ای، برخیز و هشدار ده، یعنی خیسته بیم کنان، و پروردگارت را تکبیر بگو، یعنی او را بزرگحال همین کلماش معناش میگوید، و دامنت را پاکیزه بدار و از آلایش شرک بپرهیز و قصد آن که زیادی را انتظار باشی اعطام مکن. یعنی یک چیز، بعضی کسا یک چیز میتین که پشتی همین چیزی دادگیم با بسیار به دست بیارم، این خیلی نکن و در راه پروردگارت صبر بکن. سوره مدثر آیت 1 تا 7. بعضی این کلمه ها را صاحب متن چنین شرح داده می‌فرماید و معنی قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحید، یعنی معنی قم فانذر یعنی از شرک بترسان و به سوی توحید فرا بخوان، دعوت کن. و ربک فکبر یعنی او را با توحید بزرگ بدار. بزرگ داشتن الله با توحید می شود، الله را بزرگ بشه به جا آوردن. و ثیابک فطهر یعنی اعمال خویش را از شرک پاک بگردان. در اینجا لباس جامه به معنای چه؟ عمل آمده ایستاده است. و رجز فهجر، مراد از رجز بت هاست، یعنی بت، و هجر گفته یعنی ترک کردن است، یعنی بیزاری از بت ها و از بت پرستان بکن، یعنی هم از بت ها بیزار شو و هم از بت پرستان. فهمیدن؟ والبراءة منها و اهلها. بعد انشاءالله دوامش درسی دیگر مستقل کردن در کرکی درباره وعی مهم. و دلیل قوله تعالی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر
ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام معنى الرجز بتها بدست وحجرها يعني هجران بتها تركها وأهلها بتها را ترک کردن و اهلی بت را ترک کردن و البراءة منها و اهلها نه فقط وی را ترک کردن بلکه از ویها بیزار بودن خود را چکار کردن اعلان کردن و از اهلی بود وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.